کسی که این علم شریعت اگر در ابتدا با نیت پول و مال، با نیت غرض از غرضهای دنیا گیرد، بوی جنت نمیبیند. گفتن حدیث ابو داود است، حدیث صحیح است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که کسی علم شریعت را با مقصد دنیا، با مقصد وظیفه، با مقصد منصب، با مقصد پول، با مقصد آبرو، با مقصد مثلا کدام نوع دنیا باشد، شهرت، اگر آموزد، این آدم بوی جنت نمیبیند. این یک. کبر مقتا عند الله، بزرگترین گناه این است و غضب الله تعالی را میبرد وقتی که آدم علم داشته باشد و عمل نکند. بعد اینکه علم داشت باید عمل کند. بسیار وضعیت است. بعد این علم باید به مردم رساند. اگر به مردم رساند زندان میشد، به مردم رساند کشته میشد. حضرت ابو هریره گفتن که حفظت عن رسول الله صلی الله علیه و سلم وعینی، من از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در دو ظرف علم آموختم. دو ظرف وعا گفته ظرف میگه یا چیزی که در داخلش پول جمع میکنید. مثلا من در دو ظرف علم جمع کردم از پیامبر صلی الله علیه و سلم. اما احدهما فبثثته بین الناس، اما یکی آنها را در بین مردم رسانیدم. از همون دو یعنی 50% علمم به مردم رسانیدم. ابو هریره از همه آدمی که بسیار حدیث گفت به مردم، 50% علمم رسانیدم. اما احدهما فلو بثثته قطع هذا البلعوم، اما دویم نوعشه یعنی ظرف دیگرش است، اون علم اگر میرسانیدم انا همین بلعومم بریده میشد. یعنی گلویم بریده میشد، کشته میشد. این علم با اهل علم آسان است برادرها. این مسئولیتی وزنین است برادرها. رسانیدن، اگر خطا رسانیدید جوابگری دارد پگه. اگر به خاطر دنیا رسانیدید، اولین آدمی که دوزخ تصفانیده میشد این قاری قرآن، عالم اسلام که علم به خاطر غیر الله گرفته است، به خاطر غیر الله رسانیده است. کسی به خاطر شهرت، به خاطر جمع پول و مال، بعضیش نوشتیان که ها از دیگر پول ها سر نکردی، با مثلا در یوتیوب نواری چی تشکیل کردی، مقصد افیری زنده تشکیل کردی. قسم به نام الله تعالی ما از این یوتیوب یک سوم نمیگیریم برادرها. من شخصا همین رکلام یوتیوب کشته موندگی هستیم. یوتیوب برای ما یک تی نمیتید. او مسئله تیوی حالی کانال نو است، او اختیارش در دست یوتیوب است، برای همین رکلام میمونه. اما بیان تیوی و روش تیوی رکلام ندارد، برای اینکه در دست خود ما از کشتگی هستیم. ما از این یوتیوب پول نمیگیریم، برای اینکه اون رکلامه ها شاید رکلامه های فحش است، رکلامه های ریبوی هست. از قفای رکلامه حرام پول خوردن حرام است. میگه دیگه اکن راهی پول یافتن نیافتی، درس آنلاین تشکیل کردی که پول خوری. کسی اگر علم شریعت با مقصد پول جمع کردن، با مقصد منصب جمع کردن، با مقصد آبرو پیدا کردن یا شهرت پیدا کردن اگر علم رساند، این اولین آدمی که پیش از یهود و نصارا در دوزخ تصفانده میشد. اولین شخصیت هایی که دوزخ با آنها تصفانیده میشد این 3 نفر است. حضرت ابو هریره اگر همین حدیث میگفتن بیهوش میشدن، از هوش میرفتن، بعد میگفتن که لولا آیتان فی کتاب الله ما حدثت احدا، اگر در قرآن 2 آیات نمیشد من حدیث نمیگفتم. کسی که به مردم شریعت نمیرسوند او هم لعنتی هست. سبحان الله. ببینید اگر علم شریعت به خاطر غیر الله آموزید بوی جنت نمیبینید. شریعت وقتی که آموختید اگر عمل نکنید غضب الله بر شما هست. وقتی که شریعت آموختید باید به مردم رسانید. اگر عمل نکنید به مردم نرسانید وای بر حال شما. اگر رسانید و به خاطر الله نرسانید باز شما اولین آدمی که در دوزخ میسازید. اگر رسانید و خطا رسانید با عذاب، با وجودی همین هر روز حقارت، دشنام، لعنت میشنوید. مقصد این مسئولیتی وزنین است برادرای عزیز. یک کمتر علم آموزید برادر، کمتر یک اسلوب سوال، یک فهم گیرید. اینقدر بی سواد نمانید برادرها. 1 ساعت 2 ساعت برای علم آموختن جدا کنید. حتی آخر کمتر زبان تاجیکی ادبی رو هم آموزید. سوالهاتون نافهما هست، با لهجه سوال ننویسید. سوالها رو فهما نویسید که دیگرها هم فهمند. کم یعنی یک علمی معتدل اقلا باید داشته باشید. برای این میتوانید مثلا حتی همین اخباری به زبان تاجیکی رو هم گوش کنید، 10 مراتب 20 مراتب برآمد یک آدم گوش کنید میفهمید. یعنی زبان ادبی باشدم، اگه ما هم نمیتونیم 100% با لهجه مردمی گپ بزنیم، چون که اینجا مردمی گوناگون ما را گوش میکنن، باید فهمم. برای همین برادرای عزیز حرکت کنید، علم آموزید.
جهل این بسیار دردی وزنین است.